در غربی‌ترین شهر ایران، در نقطه‌ای که زمین و آسمان گاه با هم فاصله می‌گیرند و سختی زندگی رمز روزمرگی است، دختری به دنیا آمد که یک صدا داشت و سرنوشتش خود نمایشی بود از فراز و نشیب‌های جامعه ایران. نامش گلندام طاهرخانی بود. او را با نام هنری سوسن می‌شناختند. در این مستند با هم می‌رویم از قصر شیرین تا تهران، از کاوراهای اوج تا تبدیل، از شهرت تا سکوت تنهایی. همراه ما باشید تا بفهمید چگونه یک صدای کوچه بازاری تبدیل به نماد هنر مردمی شد و در نهایت چگونه گم شد در پیچ و خم تاریخ. سوسن در سال 1322 در شهر قصر شیرین به دنیا آمد. در خانواده کرد با پدری به نام ابراهیم و مادری به نام بلقیس. کودکیش با اندوه گره خورد. پدرش در حادثه رانندگی از دنیا رفت و مادرش دوباره ازدواج کرد. به دلیل تنگ دستی سرپرستی گلندام به زنی سپرده شد که او را عمه صدا می‌زد. در همان روزهای کودکی صدای موسیقی از کافه‌های کوچک محلی در گوشش می‌پیچید و در دلش جوانه زد. او به گفته خودش شبها در رویاهایش روی صحنه می‌خواند. نیمه شبها مست و شیدا می‌شود دم ساز من، پرده دار راز من، ساز من، ساز من. زندگی نزد عمه آسان نبود. از همان نوجوانی در آرزوی رهایی بود. رهایی از فقر، از محدودیت و از روزمرگی. در مصاحبه‌ای با شبکه ITN سوسن گفت: یک شب تصمیم گرفتم برم تهران. فقط میدونستم باید برم. قصر شیرین برام کوچک شده بود. او در دل تاریکی شب تصمیم به فرار به تهران گرفت و در حرکتی جسورانه خودش را پشت یک تریلر مخفی کرد که راهی تهران بود. ساعتها در میان صدای موتور و بوی بنزین پنهان ماند تا بالاخره به پایتخت رسید. شهری که قرار بود هم رویاهایش را بسازد و هم آرامشش را بگیرد. سرانجام در نوجوانی وقتی هنوز قدش به میکروفون نمی رسید، بر سکو می ایستاد و می خواند. سوسن در آغاز کار صدای قمرالملوک وزیری و دلکش را تقلید می کرد و با همین تمرین ها مهارت یافت. او از خوانندگی در کافه‌های کوچک تهران شروع کرد تا اینکه صدای توجه آهنگسازان موسیقی کوچه‌بازاری را جلب کرد. رشید مرادی نخستین کسی بود که استعداد او را جدی گرفت و نام هنری سوسن را برایش برگزید. با گذشت زمان سوسن از کافه‌های کوچک به کاباره‌های معروف تهران مانند شکوفه نو راه یافت. ترانه‌هایش از رادیو تلویزیون ملی پخش می‌شد و او در سینما نیز به خوانندگی پرداخت. آثارش در فیلم‌هایی مانند حسن کچل و قیصر به گوش مردم رسید. ترانه‌هایی چون دوست دارم میدونی، عروس خانم و نمیشه نمیشه هنوز در خاطره ها زنده اند. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تقصیر دل. عشق تو دیوونم کرده، بیا شیرونم کرده، ناز تو نازنینم ورد زبونم کرده. با وجود شهرت و محبوبیت، زندگی شخصی سوسن آرام نبود. او ازدواج کرد، اما این ازدواج دوام چندانی نداشت. به گفته برخی نزدیکانش، سوسن درگیر دوگانگی میان زندگی خانوادگی و عشق صحنه بود. در سالهای بعد گفته شد از طریق دوستان ناباب با قمار آشنا شد و بخش‌هایی از درآمدش را در آن راه از دست داد. اما در همان زمان بخش بزرگتری از دارایی‌اش را صرف کارهای خیرخواهانه می‌کرد، تا جایی که بیمارستانی در قصر شیرین با هزینه شخصی او ساخته شد. این بیمارستان بعدها در جنگ ایران و عراق ویران شد، اما یاد آن در میان مردم شهر باقی ماند. پس از انقلاب 1357 دوران طلایی سوسن به پایان رسید.
اجرای موسیقی در کاباره‌ها ممنوع شد و بسیاری از خوانندگان ناچار به سکوت شدند. سوزن نیز دیگر نتوانست بر صحنه‌های رسمی ظاهر شود. او برای مدتی به شمال کشور رفت و در مجالس خصوصی به خوانندگی پرداخت. اما چند بار بازداشت شد و حتی گفته می شود حکم شلاق گرفت. در نهایت تصمیم گرفت از ایران برود. تصمیمی تلخ اما ناگزیر. چون ممنوع خروج بود، به صورت غیرقانونی از مرز بازرگان عبور کرد و با کمک دوستانش ابتدا به ترکیه، سپس به لندن و در نهایت به آمریکا رفت. در لس آنجلس سوزن تلاش کرد حرفه‌اش را ادامه دهد، اما روزگار بر وفق مرادش نبود. کاباره‌هایی که در آنها می‌خواند دیگر پر از تماشاگر نبودند. درآمدش اندک بود و گاهی اگر یک شب اجرا نداشت، فردا حتی پول اجاره خانه را کم می‌آورد. در یکی از همین سال‌ها در حادثه‌ای دستش شکست. به دلیل نداشتن بیمه و توانایی مالی درمان را عقب انداخت تا درد به بخشی از زندگیش بدل شد. سرانجام در اردیبهشت 1383 هنگام درمان همان جراحت دچار ایست قلبی شد و درگذشت. پیکر او در لس آنجلس باقی ماند. در آغاز کسی برای تحویل جنازه‌اش پیش قدم نشد تا اینکه شهبد نوری مدیر مجله تهران خود را به عنوان فرزندخوانده سوزن معرفی کرد تا بتواند جنازه او را تحویل بگیرد و هزینه خاکسپاری او را بر عهده گرفت. سوزن در غربت آرمید، اما صدایش هنوز در گوش کوچه‌های قدیم ایران می‌پیچد. صدایی که از دل مردم برخاست، برای مردم خواند و با درد مردم خواهوش شد. سوزن فقط یک خواننده نبود. او تصویری از یک نسل بود. نسلی که در هیاهوی مدرنیته و انقلاب صدایش خاموش شد. اما هنوز هر وقت ترانه‌هایش را می‌شنویم، از زندگی، عشق و رنج او در گوشمان زنده می‌شود. این یاد زنی است که صدایش هنوز در باد می‌پیچد. از قصر شیرین تا غربت، از کوچه‌ها تا دل مردم. اگر ویدیوی ما رو دوست داشتید، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرات خود رو با ما در میان بگذارید و ویدیوهای ما رو در کانال دنبال کنید. متشکرم.